ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. гуфтори 42. мардуми шарифи тоҷикистон ҳуқуқи комили маънавӣ доранд ки бо фарзандони фарзонаи миллат, саҳми беназири онҳо дар рушди тамаддуни умумибашарӣ ифтихор намоянд, осори гаронбаҳои онҳоро омӯзанд ва ҳикмати ҷовидонаи абармардони миллии худро қутбнамои рӯзгори хеш қарор диҳанд. جلالالدین بلخی پیوندگر دلها و تمدنها. البته جنبه عرفانی تعلیمات جلال الدین بلخی در آثارش بیش از طرفهای دیگری جهانبینی او ظهور می کند و این را نمی توان نادیده گرفت. پوشیده نیست که مسئله های دریافت حقیقت، عشق الهی و امثال آن در ایجادیات متفکر، خصوصا در صحیفه های مثنوی، مقامی به اندازه بزرگی دارند. ولی در این سمت یک نکته قابل قید است که وقتی مولانا درباره دریافت حقیقت سخن میگوید، او انسان را به تحقیق عالم باطنی خود وادار می سازد. چنانی که معلوم است برای رومی و متفکران دیگری هم مشرب او حس و عقل همچون واسطه های معرفت با عالم مادی محدودند. عالم معنی و ظهورات معنوی باشد از نگاه آنها محض توسط تحقیق عالم باطنی انسان یا به اصطلاح علم امروزه توسط بررسی های روانشناسی فهمیده می شوند. به عباره دیگر دریافت معنویت از دید مولانا این شناخت انسان یا خودشناسی است. بیهوده نیست که خودی متفکر انسان شناسی را بالاتر از همه علمها گذاشته ابراز داشته است. جان جمله علمها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. این معنی ها امکان می دهند تاکید سازیم که عرفان مولانا در بلندترین نقطه هایش باز با انسان و نیازمندی های او علاقمند است و از واقعیت روزگاری بشر گسستگی ندارد. خودشناسی، رسیدن به دریافت هویت خویش و عموماً به هویت انسان مسئله هایی اند که تا حال هم اهمیت عملی خود را از دست ندادند. بیهوده نبود که من بعد در تعلیمات متفکران غرب هم ابتدا از فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت 1724-1804 سوال انسان چیست به مسئله مهمترین علمهای اجتماعی مبدل گشت. در ارتباط به مسئله انسان و عالم معنوی او قید کردن ضرور است که این موضوع در تاریخ فرهنگ ما از جمله در آثار رومی اساساً از دید علمهای اجتماعی بررسی شده است، ولی از نگاه علم امروزه در این سمت به تحقیقات طبیعت شناسی پیش رفتن خیلی دشوار است. اجرای این وظیفه مهم و عموماً انکشاف من بعدی جامعه باشد قبل از همه
رشد خود علمهای طبیعی را طلب می کند و همین گونه عاملها را به نظر گرفته حکومت جمهوری در سالهای آخر برنامه‌های مشخصی را عاید به انکشاف علمهای دقیق قبول نمود. امروز ما نیاز به آن داریم که در شرایط انکشاف با سرعت تکنیک و تکنولوژی در سرتاسر جهان چنین برنامه‌ها را پرمحصول‌تر در عمل تطبیق نماییم. تنها همین گونه مناسبت به ما امکانی بیشتری فراهم می آورد که نه تنها رشد اقتصادی کشور خود را تأمین نماییم، بلکه در حل معماهای زیاد علمی که عاید انسان و معنویت او متفکران چون مولانای بلخی 100 سالها مقدم از پی حل آنها کوشیده بودند، تحقیقات مکمل تری را از نگاهی هم علمهای اجتماعی و هم طبیعت شناسی انجام بدهیم. آثار مولانا گواهی روشن آن است که او عاید به مسئله های گوناگون ابراز عقیده کرده حتما سری موضوع انسان می آید. بیهوده نیست که بعضی محققان حتی الهیات متفکر را انسان شناسی حسابیده. همه این از بشرخواهی، انسان دوستی و گومانیسم درک می دهد که خاصی تمام قسمت های تعلیمات مولانا بوده تا کنون قیمتی بی اندازه بزرگ دارد. در شرایط کنونی که در تمام دولت های متمدن از جمله در تاجیکستان صاحب استقلال ما انسان و نیازمندی های آن در جوهر سیاست داخلی و خارجی حکومت قرار گرفته است، استفاده از عقیده های گومانیستی مولانای بلخی و هزارها متفکران دیگر که در تاریخ فرهنگی نیاگانمان در ردیف او قرار دارند می تواند چنین سیاستی پیش گرفته را از جهت محتوا باز هم غنی‌تر گرداند. طوری که قبلا ذکر گردید، تعلیمات مولانای بلخی با شرایط تاریخی و اجتماعی دورانش پیوند ناگسستنی دارد. در بخشان زمین تولد یافته و من بعد در روم و شام تحصیل علم کرده و در طول حیاتی پرمحصول معنوی و اجتماعیش با نمایندگان قوم و ملت و دین و مذهب‌های گوناگون در مناسبت نزدیکی بود. تاجیکان مهاجر از بخشان زمین و سمرقند و بلخ و بخارا، ترکان سلجوقی آسیای صغیر، یونانیان و دیگر قوم‌های مسیحی روم، مغول‌ها، کردها، عرب‌ها، یهودیان، چنین است روی خطی نچندان پرره‌ای آن نمایندگان خلقها که مولانا در بین آنها زیسته و فعالیت برده است یا که در مأخذها و آثار خودی متفکر ذکر گردیدند. محض همین پیوستگی با قومهای گوناگون مولانا بلخی خراسانی مشرب را وادار نمود که یک تعلیماتی در خور نیازهای مردمی مختلف و عموماً برای تمام اهل بشر مناسب را بنیاد گذارد. بیت زیرین متفکر که از طرف محققان آثار او خیلی زیاد اقتباس می شود گواهی همین معنی است. از خراسانم کشیدی تا بری یونانیان، تا در آمیزم بدیشان، تا کنم خوش مذهبی. چنانه که عیان می گردد مولانا با نمایندگان قومهای گوناگون که با زبانهای مختلف حرف می زدند در مناسبت همروزه بوده است. خود چنانه که از ترجمه حالش برمی آید
با زبانهای تاجیکی، عربی، ترکی و یونانی سخن می گفت، ولی موضوع همزبانی را او هیچگاه محدود نفهمیده به مسئله مرکزی تعلیماتش مبدل نکرده است. برای مولانا بلخی انسان پرور مسئله همدلی از همه بالاتر می ایستاد. همزبانی خویشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترکی همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبانی محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. تاریخ جهان معاصر که در آن فرهنگ و دین‌های مختلف عمل می کنند و سرنوشت مردم عالم که با زیاده از 6000 زبان گوناگون ریشه حرف می زنند، امروز با اصرار تأکید می سازند که برای پیشرفت من بعده بشریت برقرار ساختن همدلی بین فرهنگ و دینها و مردم گوناگون زبان چون آب و هوا ضرور است. برای این باشد گفتگوی فرهنگ ها از مقامی برابر باید در مد اولی هر گونه سیاستی که کشورهای معاصر آن را پیشه کرده اند قرار بگیرد. قابل قید است که تاجیکستان در دوران استقلالیت ملی خود یک قطار چاره ها را اندیشید تا برای مکالمه فرهنگ ها در این سرزمین زمینه های معین به وجود آیند و مردمی کشور در تجاهم ایزولیاسیون فرهنگی قرار نگیرد. به این مقصد روابط دوستانه اقتصادی و فرهنگی با اکثریت دولت‌های شرق و غرب برقرار شدند و جمهوری عضو تشکیلات‌های زیادی با نفوذ بین المللی و منطقوی گردید. برنامه‌های دولتی عاید به آموزش زبان‌ها و چاره‌بینی‌های زیاد دیگری فرهنگی نیز در مد اول با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای مردم تاجیک خصوصاً نسل نورس نگرانیده شدند تا آنها برای درک تمدن خلقهای دیگر مکالمه فرهنگها و چنانی که مولانا فرموده است برای برقرار کردن همدلی بین قومهای مختلف آماده باشند. وابسته به همدلی مولانای بلخی در تعلیمات خود مسئله برابری دین و مذهب‌های گوناگون و در این پایه موضوع تحمل پذیری دینی، مذهبی و قومی را به میان گذاشته است. پوشیده نیست که متفکر خود نماینده دین اسلام است و مسئله های زیادی فلسفی و اجتماعی را از نگاه همین دین حل می کند، ولی در برابر این اندیشه های او درباره دین های دیگر خصوصاً مسیحیت و مناسبت با حاملان چنین دین ها در تاریخ عصرهای میانه نه تنها شرق بلکه غرب هم خیلی نوآورانه بوده از فرهنگی والا و اخلاق حمیده صاحب چنین تعلیمات درک می دهند. حقیقت برای این متفکر نه غربی و نه شرقی است. در این پایه اگر حیات و فعالیت مولانا رومی را یک نوع آغاز مکالمه شرق و غرب در تاریخ افکار اجتماعی و سیاسی قلمداد نماییم هم اشتباهی نخواهد شد.
که از آن سو جمله ملت یکیست، 100,000 سال و 1 ساعت یکیست. یا خود زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. چنینند آن عقیده های جوهری تعلیمات مولانا که باعث ابراز افکار او آید به برابری دین و ملت های مختلف گشته موقع متفکر را در تحمل پذیری دینی، مذهبی و قومی معین ساختند. این گونه عقیده و مثالهای زیادی از حیات شخصی متفکر گواهی آنند که او توانسته است در شرایط بالا بودن یک دین، دقیق ترش اسلام، از بالای دینهای دیگر در منطقه آن زمانی روم چنین حوزه را ایجاد سازد که برای آن اعتراف برابری مردم گوناگون مذهب نشانه اساسی بوده است. این گونه اندیشه و مناسبت را اون نه تنها ایجاد کرد بلکه به شاگردان خود نیز آموخت و سببگاری 100 ساله ها ادامه یافتن این امر در منطقه فراخی فرهنگی گردید. جلال الدین بلخی، پیوندگر دلها و تمدنها. بیهوده نیست که پیروان مولانای بلخی در ابتدای عصر 20 نیز ابراز داشتند که رسانیدن خدمات علمی و انسانی به کل انسانیت بدون توجه به اختلاف جنس و مذهب اساس مکتب فکری مولانا یعنی طریقت مولویه در تمام دوره فعالیت آن بوده است. جلال الدین بلخی در دورانی زیسته است که پر از واقعه و ماجراهای سیاسی و اجتماعی بود. حیات و فعالیت او با تاریخ دولت خوارزمشاهیان و غوریان در آسیای مرکزی، سلجوقیان روم، هجوم اردوی مغول به آسیای مرکزی و آسیای صغیر ارتباط قوی دارد. در این دوران در ابتدای عصر 13 دست اول محمد خوارزمشاه هرات، سمرقند، بلخ و وخشان زمین را که تابع خاندان غوریان بود با جنگ‌های خونین به تصرف خود درآورد. از سال 1218 تا 1221 باشد آسیای میانه و افغانستان را مغول‌ها وحشیانه ضبط کردند. تقدیر حکمرانی سلجوقیان روم، سلطنت قونیه نیز که مولانا با پیروانش در پایتخت آن فعالیت می برد با هجوم‌های خونین همین اردو حل گردید. همه این گواه روشن آن است که جلال الدین بلخی هنوز از دوران کودکیش شاهد جنگ و جدال‌های مختلف بوده است و طبیعی است که این نمی توانست به ایجادیات او بی تأثیر بماند. از این رو روحیه ضد جنگی و مقابلیت بر زوراوری به تمام جنبه‌های تعلیمات متفکر خاص است. تا خلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. مولانا جنگ و خونریزی را در اشعار خود یک راهی جمله بی معنی و بی مغزی حل مسئله ها حسابیده است و به این سبب در چنین اندیشه است که مردمی به فرهنگ و معنویت مشغول بوده
هنگام زوراوری و خونریزی ها مجبوراً ترک وطن می کنند. پا تهی گشتن به است از کفش تنگ، درد غربت به که اندر خانه جنگ. این گفته های مولانای بلخی را عاید به عاقبت های سنگین جنگ و دست کشیدن از زوراوری در حل مشکلات اجتماعی تاریخی نچندان دوری تاجیکان به کلی اثبات کرد. در آخرهای قرن گذشته با کوشش گروه های معینی در این سرزمین کهن بنیاد زوری و زوراوری بالا گرفت و بر اثر جنگ برادرکشی هزاران نمایندگان ملت از جمله ضیاییان و اهل علم و فرهنگ جلای وطن کردند. ولی خلق تاجیک، خلقی که عنعنه‌های قدیمی صلح و صلح‌خواهی و مبارزه علیه جنگ و زوراوری خود را در تعلیمات مولانا و صدها متفکران دیگر تجسم ساخته است، با تکیه به این تجربه بای نیاگان و تلاش پیوسته همزمانان توانست که از راه جنگ برگردد و در کشور خود صلح و آسایش و وحدت را برقرار سازد. قابل قید است که اگر مردم تاجیک چنین عنعنه‌های صلح خواهی نمی داشتند و به آن تکیه نمی کردند، شاید مجرای تاریخ معاصر آن رنگ دیگر می گرفت. استفاده از این عنعنه‌ها باشد یک مخصوصیت تجربه صلح تاجیکان بود که می تواند برای کشورهای همسایه از جمله برای افغانستان امروزه نیز عبرت آموز باشد، زیرا گذشتگان این مردم هم با ما مشترکند و در مثال مولانای بلخی و متفکران دیگر صلح و مدارا را افضلتر از جنگ و زوراوری بی معنی و بی مغز اعتراف کردند. یک جهت دیگری تعلیمات مولانا که برای جهان معاصر ما و انسان عصر کیهان هم تا هنوز مهم است، این افکار اخلاقی اوست. متفکر به بزرگترین عنعنه‌های اخلاقی نیاگان ما و تعلیمات مختلف شرقی و غربی تکیه کرده در آثار خود چون مداح نیکی و نیکوکاری و عدالت اجتماعی برآمد کرده است. نیکی که از روی تعلیمات او در نهاد انسان فطری مادرزاد است، باید در هر صورت بربدی که در رفت حیات اجتماعی انسان به وجود می آید غلبه کند. برای تربیه انسان در روح نیکی و نکوکاری و دور ساختن او از راه بد باشد، متفکر نقش عائله و محیط را مهم شمرده است. همچنین هنوز در شرایط عصرهای میانه این دانشمند نابغه به درک نقش ناگزیر مکتب در تشکل اخلاقی انسان رسیده بود و از این رو خود صاحب مکتب اصول تعلیم خاصه و آموزگار و مؤلف واسطه های تعلیم بود. اکثر آثار او هم محض برای تعلیم شاگردان تألیف شده بودند. جلال الدین بلخی ترغیبگری اخلاقی حمیده چون وفاداری، شفقت بر ضعیفان، احترام خود و دیگران، راستی، احسان، خاکساری، سخاوت و کرامت و غیره بود. او اخلاقی بد
مال و جاه پرستی، حسد، حرص و طمع، رشوه‌کاری و امثال آن را مذمت می کند. بعضی افکار متفکر که در صحیفه های پر از معانی بیکر، مثنوی، دیوان کبیر و آثار دیگری او آمده اند تا هنوز هم برای معاصران ما می توانند دستوری مفید اخلاقی باشند. هر یک فرد، چی خدمتچی دولتی و دینی، چی آموزگار و چی شاگرد، امروز می تواند اکثری چنین عقیده های متفکر را سرمشق کار خود قرار دهد. کافی است که همچون مثال یک بیت مشهوری او درباره با راه مصلحت و مشورت حل نمودن مسئله ها خاطر رسان گردد. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. جالب قید است که در تعلیمات اخلاقی مولانا و عموماً آثار تمام گذشتگان ما مسئله تربیه مقام اساسی را اشغال می کند. ولی متاسفانه این میراث بزرگ نه همه وقت از طرف معاصران ما ثمرناک مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا چرا ما نمی توانیم در اساس این تعلیمات اخلاقی اهمیت عمومی بشری داشته نقشه های مشخص تهیه ساخته برای پرمحصولتر عملی ساختن کنسپسیای ملی تربیه که از طرف حکومت جمهوری قبول شده است سهمگزار باشیم؟ و یا مثال دیگر، در تاجیکستان حالا از یک طرف استراتژی پست بردن سطح کم بضاعتی عملی شده ایستاده باشد، از طرف دیگر برنامه های گوناگونی دستگیری یتیمان و بیپرستاران و احتیاجمندان به اجرا می رسند. ولی چرا همه این کار تنها به دوش دولت گذاشته می شود؟ در کشور ما کارخانه و مؤسسه های غیر دولتی و شخصان علاهیده زیاد هستند که می توانند در این کار خیر سهم بگیرند، اما متاسفانه آنها اکثری وقت از چنین عملی نیک کناره‌جویی می کنند. فراموش نباید کرد که سخاوت و کرامت، دستگیری ضعیفان و درماندگان و امثال آن جزو جدا نشونده عنعنه‌های اخلاقی ملت ماست. پاس داشتن عنعنه‌های نیک نیاگان باشد وظیفه مقدسی هر یک نماینده این ملت است. گذشتگان شهرتمند ما از قبیل مولانای بلخی در آثارشان ما را محض به اجرای چنین قرض انسانی خود دعوت کردند. شما گفتار 42 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.